امام صاحب یکی از واحدهای پرنفوس ولایت قندوز است که پیشینه 1000 سال تمدن را در خود دارد. در این ولسوالی در کنار فرصتهای خوب زراعت و گردشگری، هنر پخت و پز غذاهای محلی زمینه خوب اشتغال برای باشندگانش شده است. عنایت الله فروتن مالک یک رستوران محلی میگوید در امام صاحب بیش از 120 رستوران فعالیت دارد و برای 1200 تن به گونه مستقیم زمینه کار را فراهم ساخته است. 10 نفر است اینا شاگرد پرسنل ما، 3 تایشان فامیل دارن که خش و روزگار فامیلشان نفقهشان ان شاء الله از جبه دست میارن. دیگه 2 تا خود ما بیادران هستیم، هر دو بیادر ما فامیل ما را پیش میبریم و دیگه نفقه روزگار شاگرد و پرسنل ان شاء الله از همینجا میشه. پدر ما وقتی که امام صاحب از مزار شریف میاد هتل بوده، خو یکی دو دانه رستوران نبوده که انواع غذا پخته شود، تنها شوربا پخته میشده و چای و کباب بس، همین 2 غذا دیگه. پدر ما که وقتی که در امام صاحب تشریف آوردن انواع غذاها را از قبیل قابلی، کباب، داشی، 2 پیازه، چاینکی چیزا را مروج ساختن. بله. باشندگان امام صاحب از نحوه عرضه خدمات این رستوران ها راضی بوده، از کیفیت غذا در هتل های غذاخوری این ولسوالی سخن میزنند. بیخی میتونن خوب غذای خوب فوق العاده میته. ما مردم نمیزنیم از بندر ناصره اینا زنان میخوریم. نان خوب صحیح اساس میدیم. پلاو است، شوروا است، یعنی می چیزا داشی است، یعنی می چیزا پخته میشه و برای مردم داده میشه. از موجودیت 120 رستوران غذاخوری در امام صاحب در حال سخن زده می شود که در اکثر ولایت ها 50% چنین ظرفیت موجود نمی باشد.